میکنیم که اگه 2 تا دختر آورده بودم اینجا کونشون رو ور میدادن الان 500,000 نفر فالوور داشتیم. توی مملکتی زندگی میکنیم که طرف اگر بیاد ارز دیجیتال تقلبی معرفی کنه، سرتون رو کلاه بذاره، پولتون رو بخوره، بره توی دبی عشق و حالشو بکنه با اون پولا، 1 میلیون خورده فالوور جمع میکنه، بهش هم میگن آدم موفق. نمیدونم مگه این چیزا بد نبود؟ مگه خراب بودن بد نبود؟ مگه کلاهبردار بودن بد نبود؟ چرا توی مملکت ما هرچی کثافت‌تر و بدتر و لاشی‌تر باشی بیشتر طرفدار داری؟ مگه این چیزا بد نبودن؟ یکی مثل من این حرفا رو بهتون میزنه چرا میرید ریپورتش میکنید؟ مگه اونا بچه‌های شما رو خراب نمیکنن؟ مگه اونا پولای شما رو نمیخورن؟ چرا اونا رو ریپورت نمیکنید؟ ما رو ریپورت میکنید. خجالت بکشید. همین. یکی مثل من قصدش کمکه. 2 تا پیج منو ریپورت کردید. ویدیوهای ما سعی داره عادتهای تو رو تغییر بده. سعی داره تو رو خوبت کنه. چی بگم والا؟ ان شاءالله توی ویدیوهای بعدی دختره رو پیداش میکنی. برو همونا رو فالو کن. ارادت.